دو روز 27 و 28 ایول در مؤسسه دولتی مکتب جمهوری مهارت عالی ورزش اوید و نمودهای گشتین مسابقه جمهوری اوید و جودو میان سابقه‌داران جریان داشت. طبق اطلاع مسئولین چهاربینی در این مسابقه نفران از 40 تا 80 ساله برآمد کردند. این مسابقه مرحله آماده‌شوی ورزشکاران سابقه‌دار کشور به چمپیونات جهان که ماه سپتامبر در لهستان به نقشه گرفته شده است به حساب می‌رود. نفرانی که در این مسابقه غالب می‌آیند در جام جهانی جودو برای ورزشکاران سابقه‌دار به کشور لهستان سفربر کرده می‌شوند. شخصا خود من در آینده تمرین خود را زیاد نموده در مسابقه هایی که بین سابقه‌داران در دیگر دولت ها شده میگذارد اشتراک نموده جای اول را گرفته بیرق تاجیکستان را بلند بردارم. من خود چون ورزشگر مدت خیلی وقت بود که از سبب مثال با کار مشغول بودم حاضر با تمرین خود را زیاد نموده. 3 فرزند من که در مسابقه های جمهوری و بیرون از جمهوری اشتراک میکنند. پالوان در وزن 90 کیلوگرم رحمان مقصود، در وزن جمع 100 کیلو رحمان منصور استاد ورزشی بین المللی حاضر به نزدیک چمپیونات جهان که در اکوادور شده میگذرد. رحمان منصور دعوت شده که روز 13 اشتراک نموده از نام تاجیکستان برآمد می‌آید. من باوری کامل دارم که بیرق تاجیکستان را بلند می‌برد. فرزند سوم که شیرخان جان در وزن 50 کیلوگرم عین حال در مسابقه های جمهوری اشتراک نموده است. من از جوانان بار دیگر دعوت می‌کنم که با ورزش مشغول شوند. اشتراکچیان همچنین طلب نمودند که همین گونه مسابقه ها را میان سابقه‌داران هر چقدر بیشتر برگزار کنند تا آنها حالات ورزشی خود را نگاه دارند و در مسابقه های بین المللی میان سابقه‌داران اشتراک کنند. اکثر اشتراکچیان این مسابقه ورزشکاران رشته سامبو و جودو میباشند. احتم رجبوف استاد ورزشی تاجیکستان راه ورزشی خود را از گشتن سامبو شروع کرده بارها در مسابقه های بین المللی اشتراک کرده است. با امید اشتراک کردن به این مسابقه به اینجا آمده است. خرسندی‌آور است که در این میدان سابقه‌داران گشتن طرز جودو و شرکت ورزیدن اماده‌ای گشتن طرز سامبو و گشتن ملی تاجیکی. سابقه‌داران این یکی از پیشکسوتان جمعیت هستند، خصوصا در نمود ورزش. ما خرسند هستیم که بسیار نفرانی که در شرکت ورزیدند. اگر همین مسابقه عنعنوی باشد هر سال با خاطر که جوانان بینند که چطور باباان اونها در میدان پهلوانی در سطح بلند جمهوری و بیرون از حدود چطوری که در نقشه هستند مسابقه چمپیونات جهان شرکت می‌ورزند. این عبرت نشود. نفرانی که بسیار هستند بسیار این یک ویتاس پروپاگاندای همین نمود است و همین سالگردانی نسل نوراست جوانان و ملت مردمی تاجیکستان میباشد. اگر همین عنعنوی هر سال در عمل اجرا کرده شود سال بالا تا 90 که بگیرند خیلی خرسندی آور است. این اون را به نظر میگیرد که چطور سالم گردانی نسل ما علل خصوص در جمعیت ما در حالت حاضره که چطور حالتهای بین المللی بسیار مشکل هستند. قدرت آنها را قوی میگرداند و آن چیزی که در عمل اجرا کرده میشود با واسطه همین ورزش ما در سطح بلند جوانان را به همین راه
وطن مادر خدمت کنیم. چمپیونات مذکور با سطح بلند تئوری ورزشی اشتراکچیان فرق میکرد. در مسابقه استادان ورزش جمهوری، قهرمانهای آسیا و یک قطار قهرمانهای سابق اتحاد شوروی اشتراک نمودند. در حقیقت هم هنری بلندی بعضی از سابقه‌داران برای جوانان ما باید مایه عبرت باشد. بعضی از سابقه‌داران در مرحله فینالی بدون رقابت با احترام نسبت به حریف غالبیت را به یکدیگر می‌دادند که این نیز یک درسی است برای جوانان. باید دانست که احترام گذاشتن نسبت به حریف یکی از حکمت‌های ورزش جودو میباشد. 90 کیلو چمپیون شدم بین سابقه‌داران. می‌خوایم که همین خیلی مسابقه‌های جمهوریوی بسیار شود. برای تاجیکستان اشتراک کنیم. می‌خوایم دویم همین تاجیکستان ما عزیز آباد و زیبا باشد. همین جوان مردا همه سلامتی خود را نگاه کند. ورزش گروی سلامتی است. می‌خوایم که دویم همین تاجیکستان آباد و زیبا باشد. همین خیلی مسابقات دویم بیشتر باشد. صاحب نظر حق نظر برای اشتراک کردن در این مسابقه از ولایت سوخت آمده است. حالا او همچون مربی در کلوب ورزشی لنگلیوی ناحیه جبار رسولوف فعالیت میکند و با تمرین شاگردان مشغول می باشد. در این مسابقه او توانست که بر رقیب خود غالب آمده مقام اول را به دست آورد. از ولایت سوخت ناحیه جبار رسولوف کلوب ورزشی لنگلیف در این مسابقه اشتراک کردیم و سزاوار جای اول گشتیم و می‌خواهیم که بیرق جمهوری تاجیکستان را در عرصه بین المللی بلند برداریم. قسمی از ورزشکاران سابقه‌دار را هوس گوشتین گرفتن به اینجا آورده است. حالا در پیش مسابقه‌های بین‌المللی بسیار هستند. من حاضر به نفرانی که بسیار کس متصدی هستند می‌گویم که چرا بسیار نفران در اینجا بسیار ناحیه و ناحیه دوردست خبر ندارم. من مردمی پهلوانانی که در شهر دوشنبه وجود دارند بسیار خبر ندارم. همین خاطر اگر همین پروپاگاند با واسطه تلویزیون و با واسطه مثال گازت و رادیو اگر چوب باید بشنن نشنیده هستند و با مردم خبری که همین پیش می‌برند که از اینم شرم‌آورتر می‌دارد. من یاد دارم که با بزرگتر سال 2005 2004 در شهر تهران مسابقه جهانی برگزار گشت که بسیار نفران کشوری اروپا آسیایی و بعد این وزن 73 کیلوگرم سال آینده ماه فوریه 50 سالگی جودو در تاجیکستان می‌شود که قید کنیم. معنی این است که کشتی جودو بسیار هم با کشتی مردی خلق تاجیک کشتیگیری شباهت دارد. اساساً در حالتی بندی عملهای اجرا می‌کردند در حالتی راست بودن قریب 90% با کشتی مردی خلق تاجیک یعنی ما می‌توانیم کشتی ملی خود را در تاجیکستان همین خاطر ما فکر می‌کنیم که اگر در آینده همیشه ما تشریف تدریبات کنیم برای نفرانی که در همین شکر نظر دو چانس زیاد می‌کنیم.
از 7 تا 11 سپتامبر در شهر کراکوو لهستان چمپیونات جهان اوید به جودو میان سابقه‌داران برگزار می‌گردد. مسابقه مذکور تحت سرپرستی مخصوصی فدراسیون بین‌المللی جودو برگزار کرده می شود که از روی آنها در مسابقه استادان و سابقه‌داران ورزش از 30 ساله تا 80 ساله و کلانتر از آن اشتراک کرده می توانند. این مسابقه می بایست سپتامبر سال 2020 برگزار شود ولی با سبب بیماری کرونا ویروس به تأخیر گذاشته شد. مسابقه جودو بین کلانسالان گذشت. در اینجا ما از حواس مثال زیاده از 20 سال ما در استراحت بودیم، مشق تمرین نداشتیم. ای خدا با شکر روزی برآمد کردیم، جای اول گرفتیم. ما با جوانان گفتنی هستیم که با ورزش مشغول شوند، با کارهای بیهوده سر کار نگیرند. حواسی همین ورزش، حواسی جودو. بعضی از سابقه‌داران ما نقشه دارند که در این چهاربینی بین‌المللی اشتراک کنند و این چهاربینی جمهوری دایر شده مرحله آمادگی به این مسابقه می باشد. مسابقه بسیار در سطح عالی برگزار شد. این مرحله برای چمپیونات آسیا و چمپیونات جهان گذشت و تیاری خود رو برای چمپیونات جهان، چمپیونات آسیا یعنی تیاری می‌بینیم. خیلی مشکل بود، هوا گرمتر بود. خیلی خوب گذشت مسابقه. رقیبان پرزور و چمپیون قهرمان ریسپوبلیکا و ساز بودند. پرقوت در فینال دچار شده سزاوار جای دوم. در وزن 66 کیلو جای اول گشتم. در بین سابقه‌داران در آینده با چمپیونات جهان میرویم. رقم به حد پرقوت بود. رقابت کدام مرحله براتون مشکل بود؟ رقابت فینالی. تیم منتخب تاجیکستان اوید به جودو در چمپیونات‌های آسیا و جهان میان سابقه‌داران اشتراک نموده صاحب نشان‌های افتخاری نیز شده است. و امیدواریم که در مسابقه‌های در پیش ایستاده نیز برآمد نموده لیوای میهن را درخشان می‌گردانند. در انتهای مسابقه جمهوری تمام جایزه‌داران با مدال و دیپلم‌های تأسیس نموده فدراسیون جودوی مملکت قدردانی کرده شدند. امروز به همه ما و شما معلوم است که امروز چخیل در ورزشگاه منیژ مسابقه بین سابقه‌داران شده گذشت که بسیار در سطح یک بلند شده گذشت. شخصا من در وزن 100 کیلوگرم برآمد نمودم. تا سنی 50 ساله جای اول را غالب شدم، جای اول را گرفتم. من از ورزشگران و جوانان دعوت به عمل می‌آورم که به ورزش مشغول شده، به چنین مسابقه اشتراک نموده، جایهای نمونه را اشغال نموده، به دیگر دولت‌ها رفته نامبرداری وطن خود و بیرق تاجیکستان شد.